با سلام و احترام خدمت شما دوستان و عزیزایی که قصد آموزش زبان آلمانی رو دارن از سطح آیلتس. من تصمیم دارم که زبان آلمانی رو از سطح آیلتس توسط استفاده از کتاب لینی آیلتس خدمت شما تقدیم کنم. دوستانی که در آلمان کورس های انتگراسیون یا ادغام و یا حتی دوستانی که در آلمان و افغانستان هستن میتونن که از این سیستم استفاده کنن. دیگه به این لحاظ تصمیم گرفتم که از سطح آیلتس سلسله دروس زبان آلمانی رو خدمت شما تقدیم کنم و حالا میریم مستقیما روی درس و اولین درس یا کاپیتال آیلتس ما عنوانش هست هرزلش ویلکومین و یا بسیار خوش آمدید. در این درس اگر شما متوجه باشید که 4 تا تصویر هست. در 4 تصویر شما میتونید دقت ببینید که اینا کی هستن، این تصویر چی رو نشان میده و اینجا افراد مصروف چی هستن، در کجا موقعیت دارن. شما از ظاهر تصویرها میبینید که این در هر تصویر در واقع اینجا افراد اشخاص هستن که با همدیگه احوال پرسی کردن و سلام علیکی کردن و یا در حقیقت با همدیگه معرفی شدن. در هر 4 تصویر بجز تصویر شماره 3 که با روش شرقی استفاده شده، یعنی که معمولا چینی ها و یا کوریایی ها با می روش با همدیگه سلام علیکی و یا احوال پرسی میکنن. دیگه هر 3 بخش دیگه در آلمان مورد استفاده قرار داره. هم این مردم یا آلمانی ها بغل کشی میکنه و هم دست میده و هم اینطوری صرف در حد رسمیات استفاده میکنه یا دست به سینه میگیره. حالا میریم که پایین در اولین موضوع چی رو شروع کرده. شماره 1 یا عنوان اولی بگوسونگین و یا احوال پرسی. شما میتونید اینجا ببینید که چی نوشته در شماره آ. Sehen Sie die Fotos A bis D an. شما این تصاویر شماره A شماره آ تا D رو ببینید. Wie begrüßt man sich in Deutschland? Wie begrüßt man sich in Deutschland? آدم در آلمان یعنی مردم در آلمان چگونه با هم دیگه احوال پرسی میکنن. این فوتو پاس نیست. یک تصویر مطابقت نمیکنه یا درست نیست. Kreuzen Sie an X و خط بکشید و یا بنویسید، نشانی کنید X یعنی X رو اونجا بنویسید. من قبلا گفتم که صرف تصویر 3 مطابقت نمیکنه یا درست نیست، به شکل آلمانی استفاده نمیشه. خب در B عنوان B نشته است که هوغنزی یا گوش کنید. اینجا یک فایل صوتی است که باید گوش کنید که من امروز ندارم، در درس‌های بعدی انشالله تهیه میکنم. Ordnen Sie die Sprechblasen یعنی که تنظیم کنید یا ترتیب کنید این حباب‌های گفتار را den Fotos A oder D zu در تصاویر A یا D. خب در حباب گفتار 1 نوشته است Guten Tag یعنی که روز بخیر یا صبح بخیر یا سلام علیکم. Das ist Herr Pointe aus Spanien. این آقای پوینته است از کجا؟ از اسپانیا. Und das ist Frau Dumitro aus Rumänien. و این هم خانم دومیترو است از رومانیا. ببینید که این کاملا به شکل مؤدبانه به شکل رسمیات استفاده شده. روز بخیر. Das ist Herr Pointe. این آقای پوینته است aus Spanien از اسپانیا.
در کدام تصویر احتمال داره؟ به این تصویر احتمالش بیشتر است که معرفی کرده و گفته اون دست است فقط دومیترو از رومانیان و این خانم دومیترو از رومانیا است. خب حالا دید حباب دو تا حباب دیگه 2 و 3 گفته هالو الینی، یعنی سلام الینی، هالو پابلو، سلام پابلو. بسیار به شکل دوستانه و غیر رسمیات استفاده شده و ایش هم هغزلش ویلکومین، بسیار خوش آمدید. گوتن تاک یعنی که سلام، روز بخیر. فقاو دومیترو، خانم دومیترو. و این 4 حباب گفتار، این دوتای شماره 1 و شماره 4 به شکل رسمیات است و این هم هالو پابلو یا هالو الینی هم به شکل غیر رسمیات. شما مثلا در دفتر کار باشین یا با استاد خود صحبت میکنین، باید با روش رسمیات صحبت کنین. حتی در کشورهای خود ما همینطور است. مثلا میگیم که گوتن تاگ هیر محمدی، گوتن تاگ فقاو شکیلا مثلا، ولی به شکل رسمیات. هالو الینی یعنی که سلام الینی، ای به شکل غیر رسمی، هر کس رو شما دوستای خود گفته میتونین. هالو عباس، هالو فاطمه، هالو نمیدونم محمد، حالا هر چیزی. متوجه باشین که مثلا این 2 مورد رو یاد بگیرین که اگر دوستایتان بود هالو الینی، اگر رسمیات بود نباید هالو بگوین، باید بگوین گوتن تاگ هیر فلانی، گوتن تاگ فقاو فلانی. بعد در مقابل شما گفته میشه که هرزلش ویلکومین، گوتن تاگ فقاو فلانی. خب در بخش سومش است بگوسن زیش ام کورس، یعنی شما خود در کورس معرفی کنید یا احوال پرسی کنید. گوتن تاگ فقاو گولر، یعنی که روز بخیر خانم گولر. گوتن تاگ هیر زباتینی، روز بخیر آقای زباتینی. باز غیر رسمی میگن که هالو کسی، سلام کسی، هالو مراد، سلام مراد. به ارتباط احوال پرسی یک موضوع کلی داریم اینجا، شما یاد بگیرین. اصطلاحات سلام دادن و خداحافظی در آلمانی. چند مورد خیلی مورد استفاده داره، خیلی استفاده میشه. به شکل غیر رسمی اگر باشه هالو سلام، مورگن صبح بخیر یا گوتن مورگن، در هر دو حالتش صبح بخیر. میتونین به دوستان خود یا مورگن بگین یا گوتن مورگن. گوتن آبند یعنی عصر بخیر. گوتن اخت شب بخیر. گوتن اخت معمولا به زمان گفته میشه که شما کسی را میگین که شب خوش، من رفتم خواب شدم، یا مثلا دوستانتان میره خواب میشه، بهش میگین که گوتن اخت یا شب خوش. خب برعکس به صورت رسمیش اگر باشه گوتن تاگ روز بخیر، گوتن مورگن صبح بخیر، گوتن آبند عصر بخیر. خب در خداحافظی چی؟ چوز خدا نگهدار، چاو همچنان خدا نگهدار. اینا همش به شکل غیر رسمی است. بیس گلایش به زودی میبینمید. بیس بالد به زودی میبینمید. بیس شپتا تا بعد. بیس مونتاگ مثلا تا دوشنبه. بیس نخست وخه تا هفته دیگر. شما هر اصطلاح دیگر میتونید استفاده کنید. مثلا میگین که بیس دونرستاگ، بیس نخست مونات، و یا هر روز یا هر ماه هر هفته دیگر میتونید استفاده کنید. و همینطور اگر خداحافظی به شکل رسمی باشه auf Wiedersehen، به امید دیدار یا خدا نگهدار.
auf Wiederhören. یک زمانی است که شما با همکارایتان به یک دفتر دیگر شما تماس گرفتین یا مثلا از یک اداره دیگر به شما تماس گرفته. وقتی خداحافظی میکنید میگید که auf Wiederhören، یعنی امیدوارم که دوباره صدایت بشنوم، امیدوارم که دوباره زنگ بزنم یا زنگ بزنید دوباره با همدیگر صحبت کنیم. به شکل رسمیات است ولی معنایشی اما خدا نگهدار است دیگه. auf Wiedersehen همچنان معنایش خدا نگهدار است، یعنی خداحافظی است. حالا برمیگردیم. این موضوعات شما خیلی آسان است یاد گرفتین، اصطلاحات خیلی ساده است، شما میتونید تمرین کنید در خانه با دوستانتان با همکارانتان. عنوان شماره 2 است در erste Kurstag، روز اول کورس. در erste Kurstag. و اینجا است یک حقوقین است که میگه که lesen und hören Sie die Dialoge. اول اینا رو بخوانید، بعد گوش کنید و اون فایل صوتیش رو، یک دیالوگ است، و بعد چیکار کنید؟ sprechen Sie، صحبت کنید دربارش. حالا اگر این فایل صوتی رو ما پلی کنیم، همین چیزی است که من براتون میخوانم. Guten Tag، روز بخیر. Ich heiße Pablo Puente. من نام دارم، یعنی اسم من است پابلو پوینته. Wie heißen Sie، یعنی شما اسمتان چیه؟ اینجا کاملا به شکل رسمیات است. روز بخیر. Ich heiße Pablo Puente. Wie heißen Sie؟ Guten Tag. Ich heiße جواد امیری. Wie heißen Sie؟ بعد شما در مقابل میگین که Guten Tag، روز بخیر. Ich heiße Maria Canale، اسم من ماریا کاناله. یا مثلا میگین که ich heiße احمد محمدی. Guten Tag. Ich heiße Anne Dams. Wie heißen Sie؟ روز بخیر یا سلام، اسم من است آنه دامز، شما چه نام دارین؟ Guten Tag. Ich heiße الینی دومیترو. یه خانم گفته که روز بخیر، نام من است الینی دومیترو، یا من هستم الینی دومیترو. خب حالا میایین روی امین بحث تقسیم اوقات زمانی. hören Sie und sprechen Sie nach. گوش کنید و بعد در مورد صحبت کنید. خب اگر گوتن مورگن میگن که شما میگن که زمانی که صبح میشه الا فکر کنم ساعت 11 بعد از ظهر، 11 قبل از ظهر، بهش میگن که گوتن مورگن. البته در آلمان هم اینطور است. اگر گوتن تاگ بگین که کلان روز رو میتونید گوتن تاگ بگین، مشکل نیست. و گوتن آبند عصر بخیر گفته میشه. چوز خداحافظی. ببینید دوستان است، با هم دیگر رفقا است. auf Wiedersehen دو تا همکار است. خدا نگهدار. این بحث جدول زمانی رو من براتون پیدا میکنم که در آلمان از کدام ساعت الی کدام ساعت گوتن مورگن میشه، کدام زمان گوتن تاگ میشه، کدام زمان هم گوتن آبند میشه و کدام زمان هم گوتن اخت میشه. بحث 3 fragen und antworten Sie، سوال کنید و جواب بدهید. variieren Sie die Tageszeiten، و گفته که روزها زمانتان را یا روزهای مختلف را شما استفاده کنید. variieren Sie یعنی که تغییر بدهید. Tageszeiten یا امو وقت روزها را. Wie heißen Sie؟ اسم شما چیه؟ این پرسیده. این خانم جواب داده گوتن مورگن، صبح بخیر. ich heiße فلانی. گوتن تاگ. اینجا مثلا کورس است، ببینید یک کورس زبان است که نو شروع شده، اینا دیگه با هم دیگه میخوان که معرفی شون. گوتن تاگ ich heiße فلانی. گوتن آبند ich heiße. اینجا از
از بعد از ظهر استفاده کرده و اینجا از جریان روز. چوز auf Wiedersehen. خب شماره 3 عنوانش است ich, du und sie. من، شما و شما، یا میگن من، تو و شما. hören Sie, یعنی گوش بدید، ordnen Sie die Dialoge den Fotos so. این دیالوگ ها رو گوش بدین، بعد ترتیب کنید و مطابق از این عکس ها. حالا ما گوش میدیم خب یا میخوانیم. اگر گوش بدیم که بیشتر فهمیده میشه. دیالوگ 1. Guten Tag, ich heiße Gabriele Bauer. روز بخیر، اسم من است گابریل باور. und Sie, اسم شما چیه؟ Guten Tag, ich heiße Pablo Puente. روز بخیر، اسم من است پابلو پوینته. لابد این خانوم به این مرد خود معرفی کرده که ich heiße گابریل باور. بعد این مردم گفته که ich heiße پابلو پوینته. و احتمالاً این دیالوگ مربوط از این تصویر میشه. und Sie, wie heißen Sie؟ و شما، اسم شما چیه؟ چون ببینید دفتر از کار رسمیه. گفته بین بیبر، اسم من بین بیبر است. Sie sind Herr بیبر. آها، شما آقای بیبر هستین. دیالوگ 2. hallo ich bin بین. ببین اینجا به صورت غیر رسمی استفاده کرده. hallo احتمالا اینجاست چون اینا دوستا هستن یا همکاران. ich bin بین، من بین هستم. und wer bist du؟ و شما کی هستین؟ گفته hallo بین، سلام بین. ich heiße الینی، من الینی هستم. hallo الینی، سلام الینی. ich bin ماریا، من ماریا هستم. entschuldigung wie heißt du؟ ببخشید اسم شما چیه؟ گفتم ماریا. hallo ماریا، سلام ماریا. markieren Sie in der Reihe A ich, du und sie. گفته که نشانی کنید در دقای آ. دقای آ کجاست؟ این دقای این آ. چی رو نشانی کنید؟ ich, du und sie und das Verb wie im Beispiel. و همون فعلش که امرایش استفاده شده. مثلا ایش است، بعدش فعلش آمده نشانی کرده. حالا ما میتونیم که چی کنیم؟ نشانی کنیم. مثلا Guten Tag, ich heiße. اونجا ich heiße استفاده شده، اینجا ich heiße. ببینید ich heiße. Wie heißen Sie؟ اسم شما چیست؟ و شما باید سه چیز نشانی کنید، ich, du و sie. ببینید Sie sind Herr Bieber. شما هستید، اینم فعله، شما هستید. و دیگه ich bin، من هستم بین. und wer bist du؟ و شما کی هستید؟ hallo بین، ich heiße، من هستم الینی. hallo الینی، ich bin Maria. Entschuldigung, wie heißt du؟ Maria. hallo Maria. markieren Sie was passt؟ ich, du oder sie، یعنی کدامش مناسب است، ich, du یا sie. ergänzen Sie die Lücken. این خانه خالی ها رو شما تکمیل کنید. به نظر شما کدامش میه؟ ich میه، du میه، oder sie میه؟ یعنیش من میگذارم برای شما و کار خانگی شما میشه که در خانه تمرین کنین، ولی قبلش من در مورد دو فعل هایسن و زاین برای شما معلومات میدم که مطابق از او شما میتونین که دوباره او رو تمرین کنید، هم این قسمت رو و هم قسمت رو. حالا میاییم در اینجا
صرف فعل دو فعل داریم اینجا، هایسن و زاین، و اینجا هم هست ضمایر فاعلی یا پرسونال پرونومن. ببینید زمانی که ما هایسن یا فعل هایسن استفاده کنیم، هایسن خودش مصدر فعل یا اصل فعل است، اما وقتی که صرف کنیم برای هر ضمیر این شکلش تغییر میکنه. مثلا اگر ایش یا برای من استفاده کنم، برای ایش میشه هایسه، ایش هایسه. این از آخر فعل حذف میشه، صرف میمونه ای، ایش هایسه. و دو میشه هایست، این حذف میشه و تبدیل به ت میشه، استی، تبدیل به استی میشه که در این حقیقت او اسم خودش داره. و شخص سوم فعل که ایر زی اس، شخص سوم مفرد. ایر به معنای او مرد، زی هم او خانم، اس هم یک شی. دوباره چی میشه؟ هایست، ایر هایست. و برای شخص اول جمع یا ویر هایسن، برای شخص دوم جمع ویر به معنای مایان، ایر به معنای شمایان، هایست. زی، ببینید اینجا دو تا زی داریم، یک زی جمع است به معنای آنها که با رنگ آبی است، رنگ آبی به معنای آنها است. هایسن یک رنگ یک زی به رنگ قرمز نوشته شده که اولی حرفش هم کلان است، این به معنای شما است. این دو و شما، دو و زی یک چیزه، معنایش در حقیقت مخاطبش یک نفر است، شما، اما دو چیه؟ دو دوستانه است و این زی به صورت رسمیات است، به صورت محترمانه است. بنابراین این زی جمع یا آنها و زی مفرد که به معنای شما محترمانه است هم هایسن است. و این فعل زاین است، زاین یعنی بودن. هایسن به معنای نام داشتن یا نامگذاری کردن یا نام داشتن معنا میده و زاینم بودن. ایش بین، من هستم. دو بیست، شما هستید یا تو هستی. او هست، مایان هستیم. wer sind، ist wer sind. seid یعنی که شمایان هستید. و زی که با حرف کوچک نوشته شده یا آنها، و زی با حرف بزرگ شما هستند، یعنی که آنها هستند و یا شما هستید، معنیش همین تک چیز است دیگه. شما لطفا این صرف فعل دو فعل مکمل یاد بگیرین، هم تمرین کنید، هایسن و زاین. و همچنان میتونید که کارخانگیتان را در قسمت صرف این دو فعل استفاده کنید که مثلا اینجا وی وقتی که هایسن آمده، ببینید در کارخانه در خانه خالی چی میه؟ یا ایش میه یا دو یا زی، کدامش میه؟ ویر بیست، ببینید فعل یعنی که ویر به معنای یعنی کی، بیست هست، کی است، یعنی دو استفاده میکنی یا زی. خب در اینجا هم کدامش استفاده میکنی؟ ایش، دو یا زی؟ صرف فعل آمده هایسه، پابلو پوینده. اینجا هم صرف فعل آمده بین الینی، چی میه؟ مثلا دو بین به الینی یا زی بین الینی یا ایش بین الینی، چی میه؟ و همینطور میتونید این خانه خالی رو هم پر کنید. میرم در اینجا Aussprache. Satz Melodie hören Sie zu und sprechen Sie nach. بشنوید و دوباره صحبت کنید، خودتون یعنی که تمرین کنید. Ich heiße Dams، من دامس هستم. Ich heiße bin. ببینید هر موقعی که شما ایش استفاده میکنید یا یعنی من برای خودتون استفاده میکنید، بخواید اسم خودتون رو بیان کنید، باید هایسه بگید. Ich heiße جواد امیری.
وی heißen Sie. شما نامیتون چیه؟ Wer bist du؟ یعنی شما کی هستید؟ Wer یعنی کی هستید، شما کی هستید؟ Wer bist du؟ بعد دوباره میگه ich heiße فلانی. Guten Tag, wie heißen Sie؟ بنابراین این شما میتونید که قشنگ هر روز تمرین کنید، استفاده کنید. درس امروز ما به همینجا تمام میشه. من امیدوارم که استفاده بهتر بتونید و اگر چنانچه شما پیشنهادی یا کامنتی داشته باشین میتونید که در ذیل ویدیو شما نظرتون رو بیان کنید. یک جهان تشکر.